تاریخ پیدایش اذان. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. در این نوار ما خواستیم تاریخ پیدایش اذان را به شما مطرح کنیم. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت کردند، خواندن نماز 5 وقته فرض گردید و برای به نماز دعوت کردن مسلمانان ندانستند از چی چیز استفاده ببرند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از صحابگان مصلحت پرسیدند برای دعوت کردن به نماز جماعت، کسی از پرچم استفاده بردن را گفت. دیگری باشد در سور بدمیم گفت. چون این شبیه در سور دمیدن یهودیان بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این را قبول نکردند. دیگری توصیه کرد که از زنگولو استفاده بریم. این هم به پیامبر صلی الله علیه و سلم قابل قبول نشد، چون شبیه به نصرانی ها بود. عبدالله ابن زید دید که پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی ناآرامند و در همان شب وی خواب می‌بیند کلمه های اذان را. هنگام صبح عبدالله ابن زید به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده خواب خود را بیان کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم به او گفتند که جمله های در خواب دیده را به بلال یاد بده تا بلال اذان گوید، چون آواز بلال خداوند از او راضی باد بلند و فارم بود. وقتی که بلال خداوند از او راضی باد اذان داد، عمر بن الخطاب خداوند از او راضی باد به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده گفت: قسم به خدای که تو را فرستاده است، من این جمله ها را در خواب دیدم، یعنی جمله های اذان را. پیامبر صلی الله علیه و سلم خداوند را حمد گفت. این چنین روایت است که اذان را در خواب دیگر صحابگان هم دیدند. همین طور اذان در اسلام مقرر شد و از آن روز تا امروز و تا روز قیامت باقی خواهد ماند. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر.
لا